به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان، دوستان، برادران مبارز. و پیش از همه من اول مینت‌داری میکنم به نفرهایی که در محفل امروزه، در نشست امروزه قرار دارین همچون مهمان، چون میدونین که غیر از قضیه انسانی این یاد بودیم و مقصد این محفل، این نشست باز فضا و هدف رنگی سیاسی دارند. البته نه همه میل و جسارت دارند که در چنین محفل ها شرکت کنند. سببش به همگان معلوم است. ما فقط اگر یک 5 ساله 10 ساله اخیر نگاه کنیم که اونقدر وقتی زیاد نرفته است چون خاطرمان است، مثال میاریم، حتی در همین 5-10 سال اخیر چگونه که برادرها پیشتر بعض نقطه ها را ذکر کردن، نفرهایی بودن که ابرقدرت بودن، نفرهایی بودن که خب زیردستان زیاد داشتن، برادران داشتن، خب خویش و اقربای پرقوت داشتن. اما وقتی که اونها پای هم قتل میشیدن، نابود میشیدن، برخی از اونها حتی بدون جنازه برنده شد. حالا کجا ما حرف بزنیم از ادامه دادن یک راه یا که چنین نشست و محفل ها برپا کردن. اگر برخی از اون نفرها هم که جنازه کردن، نفرهای انگشتشمار در اونجا شرکت میکردن. سببش در چی است؟ سبب در این است که به خاطر منفیت شخصی و ترس که غالب آمد بالای اونها، دیگر جسارت، صداقت، مسئولیتی از بدن اون نفرها، یعنی اون نفرهایی که به شخصای محروم یعنی دوست بدن، عزیز بدن، هم مسلک بدن، از بدن اونها بیرون شد. خب و نفرهای زیاد پرقوت بدن از قهرمان امروزه مده بیشتر، چون واقعا نفرهای بودن. یک سبب در چی شد؟ یکی از سببهاش گفتیم این. و دیگری هم وقتی یک نفر میخواهد یک کاری را پیش ببره برای خیر جامعه، چون این اشتباه زیاد مشاهده می شود. وقتی که یک کاری را میبرن، مردمی نیستن، به مردم نزدیک نیستن و زیاد میبینین همین روزها هم. مثال ما میگیم که 2 روز قبل یک نفر دیگر هم به تاجیکستان استرداد کردن. سالهای طولانی مثال در کشورهای دیگر قرار داشت، نه که تا این زمان عیب‌نامه بالاش زیاد بود. ما الان اینجا حرف نمیزنیم که واقعا عیبدار بود یا نه، یعنی گپ در این است که با مردم یک بار سخن نمیکردن که من واقعا گناهکار هستم یا گناهکار نیستم. این چیزا را به مردم حرف نمیزدن. و امروز هم که بردنشون شاید کنج زندان شود، در اینجا برای مردم همون یک علامتی سوال یا که هر چیز طرف مقابل به مردم میگن همون قبول میشه. فرق در چی است که قهرمان امروزه ما، برادر زندیات عمر علی قوتوف، فرق کرد از دیگران. یکمش این بود که وقتی که از کشور بیرون آمد، همون قلب شکست، خاموش نایستاد. وقتی که عیب دارش کردن، برآمد حرف زد، به مردم گفت که اصلی واقعه این است. حتی صداشون از ثبت هر چیزی که داشت برای مردم پیشنهاد کرد، گفت اصلی واقعه این است گفت. و در برابر اینم خب دیگر مبارزه شدید بود ورزیدی اونها. و اون چیزی که برای مردم رساند، گفت که وظیفه اساسی من، گفت حقیقت به مردم رساندن است. چیزی که من میخوام بکنم رساندن حقیقت به مردم، یعنی هدفش همین بود. ما میگم نفرهایی که ابرقدرت بودن در داخل، خب زیاد بودن، این چیزا نامبر کردنشون مهم نیست، زیاد بودن، یک برنامه داشتن، خب یک چیز پیشنهاد میکردن. البته هر یک نفر میخواد که برنامهش باقی بمونه تا که در آینده هم استفاده برن. نفرهایی هم هستند که میخوان که نامشون به نیکی بمونه. خب چنین است، نیکی نامها گوناگون میمونن. قهرمان امروزه ما چکار کرد؟ اون قلب شکست و همچنین یک چیزی بهترینه که انجام داد، و برادرایش که اعتماد داشت، به اونها گفت که من میخوام که بعد از سر من این گروه پایدار بمونه. این یکی از وصیتاش بود. حتی یک روز پیش از به شهادت رسیدنش ما صحبتی که داشتیم همین بود وصیتش، که بارها میکرد و حتی یک روز پیش از گذشتن من گفت میخوام که این گروهی که ساخته پایدار بمونه و برای مردم خدمت کنه. یعنی که یک نفر هم وصیت باید درست بکنه، از طرف خودش کاری را که تا روز امکانیت داره قوت و تواناییش انجام بده،
در روزی که کنار میره بیمار میشه یا که وفات میکنه، در اینجا نوبت اون نفرهایی است که امانت به دست اینها میگذره. یعنی که مثل شما امروز امانت دست شما اومد. خب چرا که پیشتر برادران این نقطه را ذکر کردن، در اینجا صادق بدن، یعنی وقتی که شما صادق باشین میتونین که راه را ادامه بدین. برادر ما عمر علی قوتوف گفت که چیزی که من میخوام حقیقت به مردم برسونم، آیا رسید به اونجا؟ حقیقت به مردم رسون. ببینید ما میبینیم که یک فرصت کوتاه در میدان بود، همگی 3 سال که بعضا از باز نیمی اون در زندان ها گذشت. 3 سال در میدان سیاسی بود، در میدان سیاست قرار داشت. در این زمان اون چیزی که میخواست انجام داد، البته انجام نداد به پرگی، لیکن یک چیزی که گذاشت اون دارد تا حاضر ادامه میخواد. گرچنده که حتی در وقت زنده بودنش و بعد از اون مشکلات های زیاد آمد بالای این هدف، بالای اون چیزی که برای به مردم حقیقت رساندن. مثال میاریم، وقتی که 10 اکتبر وقتی 10 اکتبر برپا نشد، در اونجا طرف مقابل خیلی شادی کردن، گفتن تمام این حرکت ناپدید شد رفت. واقعا این چیزا تا امروز است، نوارهاشون است، ثبت ها، نوشتجات، این چیزها است که گفتن تمام حرکت سیاسی گروهی 24 از بین رفت. لیکن از بین نرفت. بعد از 1 ماه ما باز سرجم شدیم، باز پیغام خودمون رسوندیم، گفتیم که حرکت میکنیم. اما اونها باز چور کردن، طرف ما توجه کردن و گفتن باید یک کارهای را شروع کرد که اینها خاموش کنن و برنامه ها گوناگون بود. اینها یکم کاری که کردن، بدن برادر ما مقصود پورا کردن. 5 سال شد که بدن برادر ما مقصود پورا کردن، عاقبت را بردن و زندان جاش کردن به مهلت طولانی. خب در اینجا هم آرام نگرفتن مبارزان، یعنی شروع کردن، باز دوام دادن. بالاخره روزی رسید که برادر ما را عمر علی قوتوف به شهادت رسوندن نزد فرزنداش. رقیب مرد میشوه وقتی که میبینه یک جا همسر است، میبینه که فرزند خورده است، بعضا کارها را انجام نمیده چون آدمگری داره رقیبم. لیکن رقیب ما رقیب نامرد است، بود و امروز هم نامرد است، در آینده هم نامردیش میکنه. به شهادت رسوندن برادر ما را. اینم 5 سال شد. اما چگونه که برادرها ذکر کردن، در اینجا پراکندنش واقعا یه مشکلی خیلی بزرگ آمده بود. چون بعضا نفرهایی هستند که دنبال شخصه میروند، شخص پرستند، بعضا نفرهایی هستند که دنبال هدف میروند. مثال یک نفر میبینه که یک هدفی درست دارد، یک برنامه درست دارد، میرود تا اون جایی که دیگر قوت توانایی رفتن نداره یا یک سببی میشود، اون همون هدف هم میگیره، ادامه میده، و مثل که استافته میگه، همین گونه. خب 5 سال شد برادر در بین ما نیست، در اینجا هم گروه از بین نرفت. خب گفت وقتی که اون رم زدن گفتن که تمام، نه تنها اینجا گروه، اسم یک گروه مهم نیست، اینجا مبارزه علیه ظلم. در اینجا گفتن که تمام پراکنده میشن، نه که پراکنده هم نشید. خب بعضا نفرها بله ناامید شدن، رفتن دنبال زندگی، لیکن نفرهایی که اراده قوی داشتن قوی تر گشتن. نزدیک به 2 ماه میشود، 2 ماه بعد دیگر 5 سال میشود که برادر جوانی ما، یکی از مبارزای بهترین، برادر احسان ناپدید گشت که تا امروز از اون خبری نیست. او را وقتی از بین بردن گفتن که یک مبارز بهترین، یعنی که رژیم یک پیغام داد که من حتی به جوانترینم رحم نمیکنم، من میتونم که جوانترینم بلاش برنامه پیاده کنم. و گفتن تمام، یکی از نفرهای کلید این حرکت هم که خاطررسان میکنم، برادر احسان نه تنها برای گروهی 24 خدمت میکرد، برای کل مبارزان، برای تمام حرکت های سیاسی که بود اون خدمت کرده است، برای تمام نفر خدمت میکرد و اون روزها شخصای انگوش شمار بودن که به چنین کارها قادر باشن، در رسانه ها یعنی که فعال باشن و بتونن که برنامه سازی کنن. وقتی که برادر احسان ناپدید گشت گفتن تمام، اینم از بین رفت، دیگر آدمی ندارن برنامه سازی کنن، آدمی ندارن کار ببرن. لیکن نه،
بازم نفرها پیدا شدن، یعنی چیکار کردن؟ کارا دم ساختن، یعنی مطابق زمانه باز چیزهای نوتر ساختن، یعنی کارا با پیش بردن. پس آن یک برنامه پیش بردن دیگر این راه ها نمیشه. گفتن بیاین ما شما را میبخشیم، گفتن برگردین ما شما را میبخشیم. البته من اینجا سخت نمیرم، بگذار بعض نفرها حق اون دارن که یک مدت مبارزه ببرن و یک مدت خوب بگن. من مثل شهرناموی حتی در ارتش است، یک مدت من خدمت میکنم با میرم دنبال زندگیم. اما فقط ما باید فرق کنیم که نفرهایی که کلیدی هستند میان چنین میدان ها، اونها حق ندارن که مردم امروز یک حرف بزنن فردا یک حرف. حتی همین روزها دیده میشود چنین، دیروز حرفش دیگه است، امروز حرفش دیگر است. این حق نفرهای کلیدی ندارن. متاسفانه چنین مشاهده می شود. وقتی یک نفر میدان میاد با مردم حرف میزند، نفر قطاری که خیر است. وقتی نفری که میاد کلیدی هست، نفری هست که مسئولیت بزرگ داره، اون نباید که هر وقت هر چی میخواد حرف بزنه. نه، باید خوب دقت کنه، چون دنبال اون مردم میروه، مسد دنبال اون میروه. وقتی که اون برمیگرده با اون برنامه‌اش تسلیم میکنه، این مسئله که با اون اعتقاد داشت، اونها دیگر اعتمادشون به هم کم میشه. میگم فردا یک نفر دیگر میاد، اونم به مثل همین است. این نفر که هم خوب حرف میزد، این نفر هم خوب دعوت میکرد، این نفر هم صادق بود، زندان نشسته بود، آب گذشت، آتش گذشت، در پهلوش بدیم، نه که امروز برگشت، پس فردا یک دیگرش هم همون هم میکنه. به همین خاطر ما میگیم که یک نفر حق داره که در یک داخل شدن، وارد شدن، دیگر چیزا خارج شدن، لیکن حق نداره که با مردم بازی کنه، امروز یک حرف بزنه و روز دیگه حرف. خب بعض نفرها برگشتن، لیکن این هم حتی در قرآن کریم را میگن که این پاک شدن صفا است، پاک شدن صفا است. حرکت و در عموم مبارزه امروز شکل دیگر گرفته است، باز هم پرقوت‌تر شده. سبب در چی است؟ سبب گفتیم در همون که وقتی یک نفر یک راه را ایجاد میکنه، برنامه پیشنهاد میکنه، وصیت خوب میگذاره و دوستان، برادران، عزیزان، اون نفرانی که همراهش بدن، اونها این راه را نگاه میدارن، صادق میمونن. یعنی که چی؟ اینجا چیزی مهمه بازی میکنه، صداقت. همین چیز سبب شد که امروز مبارزه داره در یک شکلی وسیع‌تر میرود و روز تا روز میبینیم، روز تا روز میبینیم که بازم صف مبارزان، صف آزادی خواهان بیشتر میشود. این را میبینیم، به قراری طرف مقابل میبینیم تا کجا هست. البته اینها اومدن زوره و توالا دارن، یعنی که هر چند مکر باشن بربگردین، یعنی امروز آمدن اینا نظرشون به کسی نمیگرفت، امروز بالاخره آمدن زوره و توالا دارن. یعنی چی؟ صداقت. چیزی که ما را میتونه به آخر برسونه، این مسئولیتی را درک کردن و صادق بودن در همین راه است. به همین خاطر نفرهایی که امروز در مبارزه هستین، نفرهایی که یک کار خیری را میخواین انجام بدین، چون کار خیر کردن آسان است. در همه حالت همه کار خیر زحمت طلب میکنه، قربانی طلب میکنه. وقتی که در راه خیر قرار دارین، در یک جایی که داخل میشین، شما حتی اگر برای یک سالین، برای 2 سالین، برای 1 ماه، 10 ماه، چون معلوم است انسان‌هایی هست که نمیخواد که یک عمر پابند یک حرکتی باشه. مثال برنامه میگذارم، من برای 5 سال اینجا میمونم، 10 سال میمونم، یعنی پسان باز یک برنامه دیگر دارم، فرزندان بزرگتر شود دیگر کار میکنم. خب دیگر گردش زندگی زیاد است. این را گفتنی هستم که در اون حالت کار خیر شما، از کار خیر شما مردم منفعت میگیرد که حتی اگر 2 روز در همین میدان در کار خیر باشه، در همون هم صادق باشه. حتی اگر برای 2 روز که باشه صادق باشه. در حالتی که برگشتن آدم ها گوناگون برمیگردن. بعضا نفرهایی هست که برمیگردن، بنابراین زندگی مجبور میکنه برمیگرده. اون چی میگه؟ میگه خب بله، من همون قدر تونستم با مردم صحبت کردم، یا خیلی رسوندم، امروز برگشتم کنار، یا تمام در سه دخالت نمیکنم. لیکن نفرهایی هستن که برمیگردن، چیکار میکنن؟ رالی یک مسخره بازی میکنن. خب ما آمدیم، ما را بخشیدیم که همه خوب است. آیا مبارزه شما برای این بود که شما را ببخشن؟ نه. پس این نفرهایی است که گفتیم صادق نیستن و اینها را در قرآن کریم البته که ذکر کردن.
ما اگر در نسبت قهرمان امروزمون برادر زنده یادمون حاجی عمر اگر سخن کنیم حرف بزنیم ساعت‌ها برای ما کم است، چون با برادر میتونیم که ما از نزدیک هم شناس بدیم با زیادتر چیزها با خبر هستیم، ساعت‌ها که حرف بزنیم کم است. و چگونه گفتیم یکی از سبب‌هایی که ما امروز چنین یاد بود محفل میگذرانیم، از چنین نفرهای مبارز یاد میکنیم به مثل برادر مقصود، احسان جان، برادر عمر علی. یعنی اینها به خاطر چی است؟ به خاطری که نفرهایی که کار خیر میکنن نباید فراموش بشوند، نباید برای اونها باید نویسون، برای اونها باید حرف زد، برای اونها باید برای مردم، برای نسل آینده پیشنهاد کرد تا که اونها درس بگیرن از این چیزها. نسل آینده وقتی که تاریخ ورق میزنه بدونن که سرزمینشون چنین فرزندهای جسور به ننگ به ناموس داشتن. در حالتی اگر نسبت چنین نفرها ننویسون، حرف نزد، قصه نکرد، چیزی باقی نموند، نسل آینده می شود تربیه دیگر، زیر تربیه دیگر. یعنی که به یک اصطلاحی که امروز زیادتر استفاده میبرن فهمو است، می شود نسل چاپلوس، نسل ترسو، نسل ضعیف و نسل غلام. باید آینده ما بدونن که سرزمینشون چنین فرزندهای به مثل عمر علی قوتوف، برادر احسان و برادر مقصود اینها رو فرزند و دیگر نفرهای زیادن، اینها امروز زیادن چنین فرزندها داشت. برای اونها باید که حرف زد، باید که برای نسل آینده این چیزها را رساند. چگونه که گفتیم صحبت کنیم سخنها بازم زیاد است، اما نمیخوایم که وقتی پرقیمت شما را در اینجا زیاد بگیریم، چون مهمونا هستن، برادرها هستن، باز حرف میزنن. بازم ما مینداری خدا به شما بیان میکنیم و در آخر هم بازم همین گفتنی هستیم که صادق باشین، در این راه صادق باشین و انشالله که این کار خیر به مردم میرسه و منفیت میگیرن، وگرنه یک وقتی بیفاید است. تشکر برای دقت. الله با همراهتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.